شاروال‌ها معمولاً وظیفه دارند تا خدمات شهری را ارائه کنند، اما برعکس آن شاروال فیض‌آباد بدخشان یک گروه مسلح را نیز رهبری می‌کند. جنرال نظیر محمد بیش از 5 سال می‌شود در فیض‌آباد شاروال است و گزارش‌ها می‌رسانند که او رهبری کننده یک گروه مسلح نیز است. پلیس قماندانی امنی بدخشان تا حال چندین بار موفق به بازداشت افراد مسلح مربوط به این شاروال شده است. گشت و گذار افراد نزدیک به نظیر محمد در موترهای شیشه سیاه یکی دیگر از موارد است که پلیس به آن اشاره می کند. شیشه های اینا را فیلماش کردیم و در این حال بعضش توقیف کردیم و اسلحه را جمع کردیم. افراد زیادی را از داخل شهر پاکسازی کردیم. افراد مربوط شاروال بودند. آنچه که به توزیع زمین گپ میشه و میشه که باز از مقام ولایت و از مقام شاروالی پرسان بکنیم که اونا مربوط به میشه. یعنی موترها شیشه سیاه و سالار از نفرا شاروال فیض‌آباد جمع کردیم. این نه تنها مربوط شاروال است، مربوط زیادی مردمی بدخشان و شاروال هم بخش از اینا بودن. افراد زیادی در داخل بدخشان بودن که متاسفانه به گپ سرشار بودن و قانون شکنی داشتن که ما در مجموع با شمول موترهای شاروال هم را جمع کردیم. یعنی شاروال نفر مسلح هم شما گرفتین؟ ما افراد مسلح هم گرفتیم و موترهایی که شیشه سیاه داشتن اینا رو هم جمع کردیم. حکومت محلی بدخشان از افراد مربوط به شاروال در برخی جنگ‌ها در برابر مخالفان مسلح دولت نیز استفاده می‌کند. والی بدخشان می‌گوید این افراد مسلح راجستر شده قماندانی امنیه ولایت بدخشانند و شامل خیزش‌های مردمی است. نکته مهم این که بیشتر مسئولان دولتی بدخشان به شمول والی درباره رقم نیروهای مسلح شاروال چیزی نمی‌دانند. این آدم ضمنی که شهردار است یا شاروال است در گذشته قماندانی مسئولی ولایت بوده و دولت خواسته که از نیروهای مسلحی که یا افراد یا اقوامی که این مسئله داره در دفتر دشمن از استفاده شود. چقدر افراد؟ خب ما تعداد دقیقش نمی‌کنم که چقدر هستن، اونو راجستر هستن در قماندانی امنیه است. در قماندانی امنیه اینا همیشه در جواد استفاده میشه. در شهر فیض‌آباد بدون از والی و آمر امنیت پلیس کس دیگر حاضر نشد تا در برابر کمره درباره شاروال فیض‌آباد سخن بگوید. از همین خاطر اینجا در کابل سر زدم به شورای ملی افغانستان تا با نماینده‌های بدخشان در اینجا صحبت کنم. تلاش کردیم در این باره با شماری از نماینده‌های ولایت بدخشان در ولیسی جرگه افغانستان مصاحبه داشته باشیم، اما شمار زیادی از این وکلا از مصاحبه یا ابراز نظر در این مورد به خصوص خودداری کردند. یک تعدادشان گفتند که ما نمیخوایم خود را با شاروال فیض‌آباد درگیر بسازیم و حتی یک تعدادشان گفتند که این موضوع بسیار کوچک است، میتونن با شورای ولایتی بدخشان در میان بگذاریم. اگر شاروال باشه و هم در خیزش مردمی افراد داشته باشی به ایمانه که یک آدمی زورمن و یک آدمی است که واضح گپ است که از امو نفره تحت نام خیزش مردمی کدام مافیا است و با استفاده سو از خیزش مردمی حتی وکیلای پارلمان هم از اونا ما خبر هستیم ترس میخوره، اونا را نامش به اصطلاح واضح گرفتن نمیتونه که شاروال یعنی یک آدمی که صلاح غیر قانونی داره. این رقم مردمایی که مخالف قانون عمل میکنه ما در چوکات قانون حاضر هستیم که اونا را بخوایم، اگر نشد مستقیما به رئیس جمهوری را پیش میکنه که رئیس جمهور دیباره تصمیم خود بگیره. اداره مستقل ارگان‌های محلی از ابراز نظر در این باره خودداری کرد و اما جنرال نظیر محمد شاروال فیض‌آباد از طریق تلفن به موارد یاد شده این گونه جواب میدهد. من خود تماما بدخشان خود مربوط به خیزش‌های مردمی که برای ولسوالی که برای مربوط به ما میشن، ما چی بگم که چقدر داریم بخشد. یعنی احتمالاً از اینا کمی جاب میزنن از خودشان پرسان که اونا هیچ آمار ندادن، گفتن که ما معلومات نداریم. گفتم از شما بپرسم ممی گروهی را که چقدر در جنگات میره بگو چقدر افراد از اینش ما شایی باطن میکنیم یک بگوشان میکنم. در شهر فیض‌آباد و برخی ولسوالی‌های دیگر بدخشان حضور و فعالیت تفنگداران غیر مسئول از نگرانی‌های پابرجا در میان مردم است.